اسلاید بعد بچه این سوال رو داریم. تانژانت x به علاوه کوتانژانت x به روی 1 به روی سینوس x به علاوه 1 به روی کوسینوس x. بچه من توی مخرج اینجا فقط سینوس و کوسینوس رو میبینم. پس میام تانژانت x و کوتانژانت x رو هم تبدیل به سینوس و کوسینوس میکنم و حاصل رو به دست میارم. همونطور که همه شما میدونید و اینجا هم یادآوری میکنیم بچه ها، کوتانژانت x برابر کوسینوس x به روی سینوس x هستش و تانژانت x برابر سینوس x به روی کوسینوس x هستش. حالا بچه ها اولین کاری که میکنم مسئله رو بازنویسی میکنم و ادامهش میدیم تا ملکه ذهنتون بشه. توی صورت تانژانت x به علاوه کوتانژانت x دارم، فقط یک جایگذاری ساده میخوام انجام بدم. به جای تانژانت x می نویسم سینوس x به روی کوسینوس x، به جای کوتانژانت اینجا می نویسم کوسینوس x به روی سینوس x. مخرج رو هم که خودش نوشتم، فقط توی صورت یه جایگذاری ساده. حالا میام مخرج مشترک میگیرم بچه ها. توی صورتم مخرج مشترک من میشه کوسینوس x ضرب در سینوس x که اینجا نوشتم. حالا طرف این وسط این سینوس x ضرب در سینوس x میشه سینوس 2x. کوسینوس x ضرب در کوسینوس x میشه کوسینوس 2x. بریم سراغ مخرج مشترک هم میشه سینوس x در کوسینوس x. حالا طرف این وسط این کوسینوس x ضرب در 1 میشه خود کوسینوس x، سینوس x ضرب در 1 میشه خود سینوس x. پس صورت من اینجا شد کوسینوس x به علاوه سینوس x. قبلا بهتون یاد دادم اینجا میتونیم دوتا مخرج رو با هم ساده کنیم و حاصلمون رو بنویسیم، اما میخوام با ذکر جزئیات واسهتون توضیح بدم کسانی که در کلاس نبودن متوجه بشن. ابتدا بچه ها توی صورتم ببینید سینوس 2x به علاوه کوسینوس 2x بارها اشاره کردیم بچه ها برابر چیه؟ برابر 1 هستش. خب حالا یک بار دیگه سوال رو بازنویسی میکنم. صورتم اینجا شد 1 و عبارت رو اینجا نوشتم. حالا دور در دور، نزدیک در نزدیک. 1 ضرب در سینوس x در کوسینوس x که میشود خودش، پس صورتم میشه سینوس x در کوسینوس x. مخرجم کوسینوس x به علاوه سینوس x در سینوس x در کوسینوس x که حاصلم به این صورت در میاد. حالا توی صورت سینوس x و کوسینوس x و توی مخرج سینوس x در کوسینوس x با هم مشترک هستن، پس میتونم سادهشون کنم. اگر سادهشون کنم توی صورت من فقط یه دونه 1 باقی میمونه، توی مخرجم کوسینوس x به علاوه سینوس x باقی میمونه و حاصلم در ساده ترین حالت ممکن به این شکل هستش که ملاحظه میفرمایید. حالا با توجه به این چیزی که یاد گرفتیم این دوتا سوال رو شما حل کنید. حتما پاسختون رو واسم بفرستید تا جوابش رو با هم بررسی کنیم و اگه اشکالی دارید با هم برطرف کنیم. عبارت اول 1 منهای کوسینوس x به روی سینوس x به علاوه سینوس x به روی 1 به علاوه کوسینوس x و عبارت بعدی رو که باید به ساده ترین صورت ممکن بنویسید این هستش. بچه‌ها دیگه نمیخونم، حتما این دوتا سوال رو حل کنید و واسم ارسال کنید.